تخت جمشید یکی از مهمترین بناهای تاریخی ایران است که در استان فارس و نزدیک شهر مرودشت قرار دارد. نام اصلی و باستانی تخت جمشید، پارسه بوده که به معنی شهر پارسی هاست. ساخت تخت جمشید حدود سال 518 پیش از میلاد به دستور داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی آغاز شد. بعد از داریوش، پادشاهان دیگری مثل خوشایارشا و اردشیر اول ساخت قسمت‌های دیگر این مجموعه را ادامه دادند. تخت جمشید به عنوان مکانی برای برگزاری مراسم‌های رسمی، از جمله جشن نوروز و دیدار با نمایندگان کشورهای مختلف ساخته شد. نمایندگان سرزمین‌های گوناگون به تخت جمشید می‌آمدند و برای پادشاه ایران هدایایی می‌آوردند. پله‌های ورودی تخت جمشید بسیار پهن و کمشیب هستند، به طوری که اسب و انسان می‌توانستند به راحتی از آن بالا بروند. یکی از مهمترین بناهای تخت جمشید، کاخ آپادانا است که تالار بزرگ پذیرایی شاهنشاه بود و 72 ستون بلند داشت. در بخش ورودی تخت جمشید، دروازه ملل قرار دارد که 2 گاو بالدار بزرگ از آن نگهبانی می‌کنند. روی دیوارهای تخت جمشید نقش برجسته‌های زیادی وجود دارد که مردم کشورهای مختلف را با لباسهای گوناگون نشان می‌دهد.